سلام دوستان، طبق قولی که داده بودم میخوام براتون دسر میوه کاکتوس درست کنم. رفتم باغ و کلی لذت بردم و میوه کاکتوس رو چیدم آوردم. میبینین چقدر ترکیب رنگی و ایناش خوشگله. به به، خودم که لذت میبرم، شما رو نمیدونم. خب اینجا من سر و ته میوه رو میزنم، کلش رو نصف میکنم. حالا فرقی نداره افقی عمودیش. میریزم توی قابلمه، 2 آب میریزم، 2 لیوان آب میذارم که یه ذره بجوشه کم. عزیزانم مقدار مواد اولیه رو براتون تو کپشن میذارم. خب مرحله بعدی اینه که من باید یه شربتی واسه این درست کنم، یه شهدی درست کنم که من با شکر قهوه‌ای داشتم تو خونه درست کردم. به مقداری که من کاکتوس داشتم 1 لیوان و تقریباً 1/3 شکر قهوه‌ای ریختم، 1 لیوان آب و یه چند تا هم لیمو ترش توش آبشو گرفتم برای اینکه خوشمزه ترش بود. حالا وقتی اینا پخته بود من ریختم توی آبکش و با گوشت‌کوب هی لهش کردم تا اون عصارش در بیاد بیرون و بمونه پوست و دونه هاش. همونطور که میبینید من یعنی تنها راهش همینه. و البته این کارو که میکنم برای مرحله دومم میتونید اینا رو بجوشونید و آبش رو اضافه کنید، چون حالا میوه‌ایه که عصارش فت و فراوونه. سرشار از آنتی اکسیدان هم هست برای تقویت سیستم ایمنی و خیلی چیزای دیگه. حالا میام 1 لیوان پودر نشاسته رو تو آب حل میکنم و به اون عصاره‌ای که گرفتیم اضافه میکنم و میذارمش روی حرارت. و البته که پودر نشاسته ذرت یه ذره گوله میشه وقتی میره توی اون حرارت، که اونم اشکال نداره. با چنگال بازش میکنین یا با قاشقی که روش میکشین، ولی من با گوشت‌کوب برقی این کارو کردم که خیلی هم لطیف شد. حالا روی حرارت اینقدر همش میزنم تا اینا یه ذره باز شه، بعد از گوشت‌کوب برقی استفاده میکنم. اگر دلتون خواست میتونین تو اون شربته یه ذرم گلاب بریزین و بذارین رو حرارت در حدی که فقط شکر آب شه، دیگه نجوشه. میذارین یه ذره سرد بشه. حالا به اون مرحله که میخوام، یعنی نشاسته ها حل شده، ملاقه اضافه میکنیم، هم میزنیم. یکو این کارو نمیکنیم. جالب اینه که من با شکر سفیدم درست کردم، همین خوش رنگی رو داشت. حالا میتونید هم با شکر سفید یا قهوه‌ای درست کنید. بعد اینو اینقدر هم میزنم. حالا بافتش رو بهتون نشون میدم. یه بافت کشداری میشه. بافتش رو ببینید همین حالت کشدار میشه، مثل درست کردن مسقطیه که البته آموزش اونم یه روز براتون میذارم. ماه رمضونم نزدیکه، خیلی به کار میاد. در این حد که شد میخوام بریزم توی ظرف. حالا توی ظرفی که میخوایم بریزیم میتونید این یه روششه، مشم و فریزر رو باز کنید، اینو بریزید روش تا حدی که خودتون متوجه میشین تا کجا. حالا مواد من یه ذره زیاد بود، 2 ظرف درست کردم. بعد اینو میذاریم یخچال که خودش رو ببنده.
و میتونید توی ظرف دیگه هم بدون این کیسه فریزر درست کنید و فکر میکنم اون بهتر در بیاد. و در نهایت به این خوشگلی و با تزیین بادوم و کیوی خیلی هم هوس‌انگیز و بسیار خوشمزه است. مهمون داشته باشین که خیلی استقبال خواهند کرد.